خیلی استرس دارم درسامو بیفتم آقای دکتر، ولی برای درس خوندن خیلی خستم. جلوی مامان بابام نشون میدم دارم درس میخونم، ولی هیچی نمیفهمم. وقتی به درس فکر میکنم همش میخوام بخوابم، انگار به مورفین زدن. ولی میتونم یه سریال 33 ساعته رو تو یه روز تموم کنم، پلکم نزنم. زمان خیلی زود داره میگذره تو ایام امتحانا. اصلا وقت نمیکنم درسامو تموم کنم، حتی وقت نمیکنم شروعشون کنم. ولی از طرف دیگه انگار نمیگذره، امتحانا تموم نمیشه. مثلا فردا امتحان ندارم، وقت دارم قشنگ درس بخونم، ولی تا دقیقه 90 هیچ کاری نمیکنم. هی میخوام برم بیرون یه هوایی بخورم، ولی عذاب وجدانم نمیذاره، میگه بشین درس بخون. میشینم ولی درسی نمیخونم، دارم داغون میشم آقای دکتر. خب ببین عزیزم، شما باید برید تیمارستان.